بعد از 12 سال انتظار بالاخره GTA 6 داره میاد. اما یا واقعا ارزش این همه انتظار رو داشت؟ امروز قراره همه چیز از تریلرها، گرافیک تا قیمت پیش خرید، حجم بازی، رازهایی که شاید نشنیده باشید رو بررسی کنیم. اولین تایید رسمی بازی در سال 2022 بود. تریلر اول در دسامبر 2023 منتشر شد. تریلر دوم در سال 2025 جزئیات بیشتر از شخصیت‌ها و دنیای بازی نشون داد. شخصیت‌های اصلی جیسون و لوسیا، بازگشت وایس سیتی. راکستار اعلام کرده بود بخش زیادی از تریلر دوم رو روی PS5 ثبت کرده و فقط سینمایی نیستن. هوش مصنوعی در رفتار NPC ها و پلیس ها. صرفاً NPC ها فقط راه نمیرن و کارهای مختلفی انجام میدن. پلیس ها فقط تعقیب نمیکنن، هوشمندانه عمل میکنن. راحت گمت نمیکنن. از دوربین ها برای پیدا کردنت استفاده میکنن. در منطقه هایی که بیشتر جرم انجام دادی قیمت ملک پایین میاد. ماشینت بعد از چند وقت کهنه میشه حتی اگر تعمیرش کنی. بازی GTA 6 برای PS4 و کنسول‌های نسل 8 منتشر نمیشه. فقط برای PS5، ایکس سری X و S. قیمت بازی نسخه ادیشن حدود $80، نسخه آلتیمت ادیشن حدود $100. 80% مکان‌های GTA 6 قابل ورود هستن. خوشحال میشم چنلم رو سابسکرایب کنی. جالبه بدونی GTA 6 بزرگترین نقشه تاریخ GTA رو داره. بیشتر از 100 وسیله نقلیه داره. حیوانات متنوعی داره. آب و هوای پویا داره. رفتار NPC ها و پلیس ها به شدت هوشمندانه تره. جالبه بدونی GTA 6 رکوردهایی هم داشته. تریلر اول در کمتر از 24 ساعت بیشتر از 90 میلیون بازدید گرفت. تریلر دوم در تمام پلتفرم ها رکورد صدها میلیون بازدید رو ثبت کرد. یکی از هیجان انگیزترین سوال ها اینه که نسخه آنلاین GTA 6 چه امکاناتی خواهد داشت. اگر راکستار از تجربه GTA آنلاین استفاده کرده باشه، احتمالاً با یک بخش آنلاین بسیار گسترده روبرو خواهیم شد. برای اولین بار در تاریخ GTA، یکی از شخصیت‌های اصلی یک زن به نام لوسیا است. او در کنار جیسون قرار داره و داستان این دو حال و هوای شبیه بانی و کلاید خواهد داشت. اگه شما جای راکستار بودید، چه ویژگی‌هایی به GTA 6 اضافه می‌کردید؟ توی کامنت ها بنویسید. شاید جالبترین ایده ها رو توی ویدیو بعد بررسی کنیم. این فقط بخشی از اطلاعاتیه که تا به امروز درباره GTA 6 منتشر شده. با انتشار خبرهای جدید حتما دوباره برمیگردیم و همه چیز رو با هم بررسی میکنیم. اگر از این ویدیو خوشت اومد، لایک و سابسکرایب یادت نره. نظرت هم توی کامنت ها بهم بگو.